واژه present رو به معنای هدیه میشناسید، اما 4 معنی دیگه برای این واژه متصور هستیم. اگر به عنوان فعل ازش استفاده کنیم با تلفظی متفاوت، هنگامی که تأکید رو روی هجای دوم میگذاریم تلفظش میکنیم present به 2 معنی، به معنای ارائه دادن to present a report و به معنای تقدیم کردن to present an award or a prize. اما واژه present مجددا با تاکید روی هجای نخست به عنوان یک صفت این بار، یکی به معنای کنونی یا جاری یا فعلی، مثلا the present economic climate، و البته به معنای حاضر مخالف absent present students. در مجموعه جامع والا به کرات به چنین واژه‌ها و معانی مختلف و البته تلفظ صحیح اونها میپردازیم.